ایشون خانم جوونی هم کاندید کارگزاری پروتز چونه که ما به طور موضعی داریم براشون میذاریم. بی‌حسی زدم، حدود 15 دقیقه است. 2 تا گاز کوچیک گذاشتیم گوشه دو طرف لو. معمولا تکنیک کارگزاری یا از زیر چانه هست یا از تو، که من معمولا با برش داخل دهانی پروتز رو میذارم و رد جراحی بیرون نمیمونه. مواردی از بیرون میذارم که بخوام ارتفاع چانه رو زیاد بکنم. پروتز هندسام آمریکایی از سایز لارجش که الان ایشون آنباکسینگ میکنن، به صورت استریل به من میدن و ما پروتز که باز کردن یه نقاشی از روی پوستشون اجرا میکنیم. این پروتز چانه هستش، همونجور که ملاحظه میکنید سایز لارجش هست و اینو توی دهان کار میذاریم و باعث میشه چونه فرم خیلی زیبایی بگیره. طراحی پروتز چانه تموم شد. پروتز از برش داخل دهان کار گذاشتیم، پروتز لارج گذاشتیم براشون. برای اینکه پروتز جابجا نشه یه بخیه برای کنترل بیرون رو گاز چرخ میزنیم که هفته بعد برش میداریم، هیچ اثری رو پوست نمیذاره. از داخل دهان ترمیم میکنیم و 5 روز هم باید رژیم نرم بخوریم. پورجات، سوپ، کمپوت، آش. متوجه شدین؟